تقویت فرهنگ سرشتکاری در آراستن دسترخوان و استفاده از طعام‌های ملی در مهمانی و دیگر جشن و مراسم‌ها، این همه جزء از شرط‌ها و مقصد اساسی آزمون دسترخوان‌آرایی است که در بین بانوان شهر و ناحیه‌های مملکت گذرانیده می‌شود. آزمون دسترخوان‌آرایی در ناحیه عینی نیز با رعایت شرط‌های مقرر گردیده بین بانوان برگزار گردیده هنر و مهارت زنان و دختران در آراستن دسترخوان و استفاده از طعام‌های ملی، محصولات خانگی و کمخرج سنجیده شد. در طرفخانه ورزی مرکزی ناحیه دوره نهایی آزمون با اشتراک بهترین کدبانوها از 8 جماعت دهات و شهرک ناحیه با رعایت تعامل ملی جنببست گردید. مورد ذکر است که مردم تاجیک از قدیم ملت صاحب تمدن و مهمان دوست بوده. برای مهمانان همه آن چیزی که در بساطش داشت برآورده به مهمان پیشنهاد می‌نمود. با نظرداشت آن که در اکثر موارد زنان به اسرافکاری راه داده در جشن و مراسم و مهمانی ها دسترخوان پردبدبه می‌آرایند، این آزمون باعث می‌گردد که در ذهن چنین نفران معرفت اسرافکاری پیدا شده تکامل یابد. در آزمون بانوان 8 جماعت شهرک دهاتی ناحیه اشتراک کردند در روی دسترخوان از محصولات خانگی دسترخوان آرایی نموده بودند. مقصد از برگزاری این چاره‌بینی در آن بود که باید بانوان سرهای سرشتکار باشند، چون که این عمل باعث می‌گردد که بودجه عائله غنی گردد و مهمان هم با دل خوش از این خانه برآید. در این آزمون کدبانوها با تهیه انواع خوراک‌های ملی و خورش و نوشابه‌ها که بیشترشان از سبزیجات و میوه‌گیاهایی که در هر یک خانه‌دار تاجیک موجودند آماده شدند، در شکل و نمودهای گوناگون پیشنهاد هیئت حکمان گردانیده شد. باید گفت که ناموی خوراک و شیرینی و نوشابه ملی زیاد بوده، طرز تهیه آنها نیز آسان و کم مصرف است. همزمان آنها از موادهای طبیعی تهیه گشته برای سالمی نیز منفعت بخشند. در نتیجه خلاصه هیئت حکمان به کدبانوهای فعال و بهترین از جانب رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه عینی تحفه و سپاسنامه‌ها تقدیم کرده شد. امروز جماعت دهات عینی سزاوار جای اول گشت که از این ما خیلی خرسند هستیم و از خوراک هایی که امروز ما آماده نمودیم هم پرهیزی هستند و هم از نگاه اکولوژی خیلی تازه هستند. آزمون مذکور با مقصد تنظیم نمودن عنعنه جشن و مراسم و حفظ ارزش‌های اصیل فرهنگ ملی و در دایره قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم برگزار کرده می شود. قبول گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و رعایت طلبات آن در دوام 14 سال نتیجه‌های مثبت را در بهبودی سطح اجتماعی اهالی نشان داد. رعایت حتمی طلبات قانونی مذکور در برگزاری توی معرکه‌ها به منفعت هر یک عائله بوده و تحکیم بودجه هر یک خانواده تأثیر مثبت می‌رساند.